یک ماحول خیلی خراب است، تو رفتی که ماحول خراب است، این امروز بعد این ماحول ترک بگویی، نگویی که خیر است صبا میم دیگه صبا میم، باز پس دیگه صبا نمیم، پس دیگه صبا که آمدی مکمل امور رقم جور میشی. از امو خاطر است که مجالس معصیت زود دیگه ترک بکن، نگذار به خاطر که شیطان تو را دیگه هم نصرت کرده میره تا ای که تو را دوچار بسازه، در سر حد میرسانته که باز هیچ نوع دریغ نمیکنی از گناه. نعوذ بالله. امیال گناهگارای قوی را ببینی و نه از قتل دریغ میکنه، نه از دزدی، نه از آبروریزی، هیچ چیز مانعشان نیست. چرا؟ شیطان واره دیگه هم کمک کرده رئیس. و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا اشتبیتها. الله میفرماید آلی دیگه اعتراضی از یاره، وای کدام معجزه که ما میخوایم ایره بر ما نمیاره. ایره به خاطر چی میگه؟ این مردم دیگه اعتراض و دلیل نداره. پیغمبر آنقدر به کمال دلسوزی یاره دعوت داده، توحید برش تعلیم داده که پرسان نکن. مقابله و ستیزکاری را هم قطشان نکرده، گپی جاهل خود سری خود قبول کرده، هیچ چیز باقی نمانده. آلی یا دیگه هیچ نقطه انتقادی نداره که سری پیغمبر داشته باشه، یک نقطه را در پیش میگیره. چی میگه؟ کدام معجزه که ما میخوایم امور بر ما بیاره. و نمو معجزه اگر یک محکمه دایر شوه و ما شاهدا را برم دعوای خود ثابت بکنم، جانب مقابل بروه یک جای دیگه به مردم بگویه که و برادر مولوی سے متوکل احمد و محمود شاهد آورده بود و ما احمد و محمود شاهدیش قبول ندارم، فقط شاهدی کی باشه؟ او نمو بکر و عمر باشه، او نمو 2 نفر شاهدیش قبول دارم. مردم در دانش میزنه، ملامتش میکنه. شاهد بود و پیدا شد، حالی چی مانو که تو میگی فلانی باشه؟ این امکان داره؟ قاضی میره موقع نمیده که برو این شاهد برای من این شاهد آورده داواره برده. پیغمبر علیه السلام بزرگترین شاهد ارائه کرده، او کدام است؟ با وصفی که معجزای خیلی زیادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. خصائص الکبری کتاب امام سیوطی رحمه الله است. معجزات پیغمبر علیه السلام گرفته، سنگا تسبیح گفته، درخت گپ زده، گریان کرده، درخت سجده کرده، کو چی حرکت کرده. معجزات پیغمبر علیه السلام است. یک پیاله آب کلی لشکر 300 نفری و 1000 نفری وضو کرده، مشکای خود پوری آب کرده. بسیار معجزه شق القمر معجزه پیغمبر علیه السلام است. لیکن بهترین معجزه، جاودان ترین معجزه که بالکل همیشه است، کتاب الله قرآن است. حالی شاهد تیر شد بالای نبوتش. حالی چی معنا داره، چی مفهوم داره که نه کدام معجزه که ما میخوایم باید بیاره. اینطوری که شو احمد یک معجزه میخواه، محمود دیگه معجزه میخواه، دیگه معجزه. خیر پیغمبر بشینه دعوت ها را بگذاره، به هر کس هر روز بگو معجزه نشان داده بره. این دوڑی خوریست باز این خوصهی نمیشه. قرآن از او خاطر میگه و اذا لم تأتهم، وقتی که آوردن نمیکنی بیایت به معجزه فرمایشی از یا قال یا میگویه لولا اشتبیتها، چرا نگزید امیر، چرا نآوردم این معجزه را که ما انتخاب کرده بودیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انما اتبع ما یوحی الی من ربی. دو جواب، دو نکته داره. یک نکته است که معجزه در اختیار من است که هر دم بخوایم اون چیز در پیش من حاضر باشه و من ارائه کرده بتانم. نه، معجزه کار الله متعال است. پیغمبر اختیار در معجزه نداره، مثل که کرامت کاری ولی نیست. کرامت در وقت ضرورت برای عزتی که مؤمن میآید، خلاص الله جاری میکنه. اینجا معجزه و مطور است. یک جواب ازی داد که من مختار معجزه نیستم. دوم نکته را گفت انما اتبع ما یوحی الی، من مثل شما وارد تابعداری از آن چیزی میکنم که برای من وحی کرده میشه من ربی، از جانب پروردگارم. من متصرف نیستم که هر چیز کرده برم، من خو فقط منتظر وحی الله هستم. هذا بصائر من ربکم، هذا قرآن کریم بصائر سخنای دانش است. یک هذا بصائر، این قرآن کریم در جای خود دلایل بسیار است. بصائر جمع بصیرت دلیل میگه، آن چیزی که توسطش انسان ذهنش خلاص میشه، روشن میشه. قرآن یک معجزه نیست، در این که فکر بکنی، تأمل بکنی، بسیار دلایل و معجزه است. فصاحت ازی، بلاغت ازی، غیبگویی ازی، صداقت ازی، مناسبت احکامش با امرای فطرت انسان، دیگه بسیار نکات اعجاز در اینجا است. حسن بیانش، اما ای گپاره
اگر شما تأمل بکنی کلی از این موجود است. هذا بصائر، ای قرآن کریم بصائر ذریعه دانش است، سخنان دانش است، من ربکم، از جانب پروردگارتان. از خود جور نکردیم، از جانب الله است. اگر از خود جور میکردم شما هم جور میتونستی، خود نتونستی. یک هذا بصائر من ربکم، ای بسیار، ای قرآن کریم بجای خود دلایل بسیار است، من ربکم، از جانب پروردگارتان. لیکن نفع و ذریعه رحمت شدن ای مطلقا نیست، ای برای کسی است که عقیده داره. و هدن، برنامه مکمل هدایت است، پروگرام جامع هدایت است. و رحمتا، ذریعه رحمت است، خود هر کس نه. لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان داره. بله این کتاب الله رحمت میگرده، برنامه هدایت است برای کسی که چیسته پای در مرکز عمل میگذاره، مؤمن واقعی است. بر کسی طور نمی باشه. خود قرآن دلایل برای کلگی است، اما مورد رحمت الله کسانی قرار میگیره که عملی بسازه. پس یک اینمی معجزه کفایت میکنه. اگر کسی در پشت جستجوی حق باشه باز بهانه طلبی نمیکنه که حالا ای را بیار، بس دلیل ثابت شد خلاص. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرآن اوتر کتابی تر معجزه است که رحمت میشه خو لیکن ادب داره، به هر کس رحمت نمیشه. از اینجا بر ما واضح میشه که در وقت ترجمه قرآن کریم اج نوع عمل انسان طرف انجام نده. اج نوع عمل با دل و جان به کتاب الله گوش بگی، تأمل بکن. در اینجا اشاره به این میکنه که قرآن تنها کتاب خواندن نیست، بلکه قرآن کتاب تأمل دقیق است که چی برنامه را بر ما بیان میکنه، او را بعد ما در زندگی خود عملی بکنیم. این جالی سبب رحمت و هدایت انسان بشه. ما و شما که هر چیز طلب میکنیم به خاطر طلب میکنیم که چطور کامیاب و راهیاب شویم، و اینمی مقصد در قرآن نهفته است. خو شرط داره. شرطش چیست؟ و اذا قرئ القرآن، وقتی که تلاوت کرده میشه قرآن، فاستمعوا له، گوش بمانه برای قرآن کریم، گوش هم بگیری. یک و انصتوا، چوب باشه، خودتان چیزی را نگوی، لعلکم ترحمون، بخاطر که سر شما رحم کرده شوه. یک اول موضوع را وقتی که قرائت میشه قرآن کریم شما گوش برش بگیری و چوب باشه. دو چیز مطالبه کرده، هم گوش گرفتن هم چوب شدن. با وصفی که در شان نزول آیت اختلافات وجود داره. کسی خطبه میگه، کسی در نماز میگه که در نمازی گپ است، اصل است که در مورد خطبه آمد. اما قرآن کریم حکمش عام میباشه در هر موردی که قرآن تلاوت میشه، چون قرآن کتاب خیلی قابل عزت است، شرافت است. انسان باید نادیده نگیرشه، سرسری سطحی نگیرشه، باید برش گوش بگیره. چرا گوش بگیره؟ چوب باشه، به خاطری که در معانیش تأمل بکنه. تأمل در معانیش انسان بیدار میسازه، انسان متحرک میسازه، انسان توجیه میده که کدام طرف حرکت کنم، چی باید بکنم. همونطور نی. خب اینجا یکی از جمله دلایلی که اکثر مردم میگیره برای از اینکه بعد در نماز سوره فاتحه در صورتی که پشت سر امام استاد استی نخوانی. چرا؟ به خاطر که تکر یا تناقض با امر آیت قرآن کریم میاد. اول موضوع خوی طور است که اگر نماز خفیه باشه ایره خو کلگی میگه که در اینجا باید خوانده شود. جمهور اکثریت علما، خیلی کم علماست که وا میگه چیسته خوانده نشود. حتی امام ابو حنیفه و شاگردش امام محمد رحمه الله یا مردو قائل هستند. حاشیه شرح وقایع رسای کنید، در اونجا قائل به این هستند که فاتحه خوانده شود. اگر امام قرائت خفیه میکنه تو همونطور صم بکمون استاد نمیشی، تو قرائت کو، تلاوت کو، فکر در مو طرف شود. یک. اما مشکل در کجاست؟ اختلاف در کجاست؟ در نماز جهری که خوانده شود یا نه. در نماز جهری علمای احناف مطلقاً منع میکنه که نه قطعاً خوانده نشود. در بین علمای متأخرین محققین هم اختلاف نظر وجود داره. حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، شیخ البانی رحمه الله و هم قائل به است که در حالت جهر خوانده نشود. اما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلقاً میگه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. اج نماز نیست. نگفت که در حالت خفیه نیست یا در حالت انفراد، مطلقاً در هر حالت که هستی تو باید بخونی. یک.
حدیث است در مشکات شریف در سند ابو داود ضعیف است، اما در سند احمد رحمه الله که نقل کرده او حدیث قوی است. پیغمبر علیه السلام نماز صبح داد، پشت سرش صحابت تلاوت میکردن، روی خود دور داد، گفت لعلکم تقرؤون خلفی، شاید که پشت سر ما شما خواندن میکردید. گفتن بله یا رسول الله. گفت لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، نکنی کار مگر چی را؟ الحمدلله. البته اینجا یک تفکیک وجود داره. قرائت پیغمبر علیه السلام به ترتیل بود، چرا که ام سلمه رضی الله عنها زمان توصیف قرائت پیغمبر میکنه، میگه چی بود؟ پیغمبر علیه السلام به ترتیل میخواند، یعنی وقفه وقفه میخواند. الحمدلله رب العالمین، توقف میکرد. خب بعد از او الرحمن الرحیم، اگر اینطور شوه بالکل در سکتات چی شوه؟ سوره فاتحه خوانده شوه. هیچ نه تکر قطعی آیت میه، عمل به حدیث میه. چرا؟ و اذا قرئ القرآن نیست، زمانی که قرآن سکوت میکنه بعد از تو چی میکنی؟ تلاوت میکنی. هیچ کدام تکر نیست. از او خاطر در اینی اگر تلاوت به این سیستم باشه، نمازم جاری باشه، ضرورت به نزاع و جنگ چی نیست. چرا که این دلیل قطعش مخالف نیست. یک امام قرائت خیلی زود میخونه، علما دو نظر داره. یک تعداد علما نظر به حدیث پیامبر علیه السلام میگه که ولو که زود میخونه در نفس بخون و این منافات به استماع و انصات نداره. مراد از انصات که به جهر نگو و مراد از استماع که تو را بشنوی. انسانی که خود میگه در نفس خود، ام انصات است ام شنیدن است، استماع است. از همون خاطر و این گپه از خانه خودشان دلیل تیر میکنه. در کتابای فقه حنفی نوشته میکنه که در روز جمعه زمانی که خطیب صاحب درود بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه، تو باید درود چی کنی؟ بگوی. در کجا بگوی؟ در دل بگوی. در دل بگوی. چرا؟ خودشان میگه در دل گفتن منافات با شنیدن نداره. خب اونجا نداره، اینجا داره. اونجا که درود گفتن اختلاف است که سر پیغمبر علیه السلام درود گفتن در کل عمر یک دفعه فرض است و در هر دفعه که نام پیغمبر گرفته میشه آیا مستحب است، واجب است یا چی طور است؟ زیاد علما میگه مستحب است، بعضی علما میگه واجب و ضروری است. ما میگیم که باید خوانده شود واجب است. خب اول علما اختلاف داره که واجب است یا مستحب. در اونجا که امر مستحب است شما قائل بایستی که در نفس درود بخوان. خیر اینجا که پیغمبر صراحتا میگه که نماز نمیشه، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، اینجا چرا من نمیکنی؟ خیلی خوب، چقدر خوب. بیای به انصاف گپ بزنیم. چه رقم به انصاف گپ بزنیم؟ همین شما کدام وقت مقتدی خدا امر کرده که نیت به دل هم کفایت نمیکنه، بعد در کجا باشه؟ اگرچه کلی علمای احناف نمیگن. مولا علی قاری صاحب بدعت میگه نیت به زبانه، ابن همام در فتح القدیر بدعت میگه، بحر رایق در صاحب بحر رایق بدعت میگه، تنها صاحب هدایه مستحب میگه. همین شما کدام وقت مردم گفتی که امام قرائت شروع بود شما نیت نکنی؟ نگفتی به مردم؟ نیت کرده رایستن. بعد از او کدام جای شما امر کرده که سبحانك اللهم در وقت شروع قرائت امام نخوانی؟ نه نکرده. سبحانك اللهم رم میخوانی. خیر چرا؟ دو گپا هیچ پروا نداره. اگر انصات هم نمیه، اگر بگوی استمام نمیه، هر دویش نیسته، اونجا پروا نداره. اما در فاتحه خواندن پروا داره. همین تفکیک کی آورده؟ چه قسم شده؟ یک تعداد علما قائل به است که اگر امام زود قرائت میکرد، نه، اینجا فقط گوش بگی. حدیثی که میگه من کان له امام فقراءة الامام قراءة له، او قرائت گفته. پیغمبر علیه السلام از قرائت فاتحه را چی کرده؟ مستثنا کرده. قرائت عبارت از آن چیزی که زاید از فاتحه است. از امو خاطر است که زاید از فاتحه را مقتدی ولو که خفی هم باشه نخوانه. اگر خوان پروا نداره خو نخوانه. چرا؟ قرائت امام برای چی است؟ کفایت میکنه. اینی طور گپ است. آلی دیگه خوشی شماست که میخوانی نمیخوانی. ما تلاش میکنیم الحمدلله که سوره فاتحه را بخوانیم. چرا که پیغمبر گفته نماز نمیشه. میترسیم که نماز نشود. خب از این آیت برای ما واضح میشه که قرآن کریم که کتاب شرافت و عزت است، انسان برش باید گوش بگیره و چوب بشینه، به خاطری که تأمل در معانیش بکنه. پس یا که آلی ده مسجدها به نام فاتحه خوانی رواج کرده، قاری صاحبا را میاره، باز دو قطار مردم بیرون بیچاره
3 ساعت استاد میکنه، چوکیم برشان نیست، پاک میزنه. باز مردم هم که میاد دستار اینجا بسته میکنه، باز اینجا در مسجد هم که داخل میشه این سرا را هیچ طور میکنه. باز چی هسته؟ بگوی قاری صاحبا خوانده رایسته، مردم در قصه شنیدن هم نیسته. امیر از کجا پیدا کردی و چه قسم جایز شده؟ افسوس است که آن چیزی که میل طبیعت ما باشه ولو که در کتاب خود ما باشه اون ناروا نیست. امی مسئله در فتاوای شامی را اقبح القبایح گفته. چی گفته؟ در مسئله مصیبت تعزیت است، فاتحه خوانی نیست. در دین فاتحه خوانی وجود نداره. از کجا پیدا کردی؟ اینطور بگویی که کدام چیز طبیعت ما میپذیره او شریعت، کدام چیز که خلاف طبیعت ما باشه او چیز وابیاست. وابیت حالی دیگه نمیگه، وابیت است میگه. این وابیت است. اینی قدر گپاره میزن نکنی. وذکر ربک فی نفسک، یاد کو پروردگارت در نفست تضرعا به بسیار عاجزی و خیفتا، ای از روی ترس که مبادا الله متعال نگیرت اینجا. و دون الجهر، کم باشه از جهر. خیفتا یک معنیش و دیگه پنهان باشه، کم از جهر. من القول، از گفتار. بالغدو صبح و الاصال، بیگا هر وقت الله را یاد کن. ولا تکن من الغافلین، نشوی تو از جمله غافلا، یعنی که ایج الله دا یادت نباشه. در اینجا الله میگه که رب تا یاد بکن. ذکر دو قسم است، پیش براتون گفته بودم. یکی در زبان است، یکی در قلب، و یکی به زبان و قلب بر دویش است. بهترین ذکر به زبان و قلب بر دویش است که هم در زبان یا ذل جلال و الاکرام یا حی و یا قیوم یا سبحان الله میگی، و هم در قلبش امی مطلب و مقصد میپرورانی. این دیگه بهترین ذکر است، چرا که جمع در بین قلب و زبان شده. یکی ذکر زبانی هست قلب در قلب متوجه نمی باشه، این امو ادنا درجه ذکر است. اما اگر غافل باشه قلب، این ذکر هم نیست. بر زبان تسبیح و در دل گاو خیر. این چنین تسبیح کی دارد اثر، اینطوری نمی باشه که تنها در زبان سبحان الله میگه اما قلب دیگه طرف است. اینطوری نه. یکی ذکر به قلب است. ذکر به قلب دو مطلب داره، یکی تفکر در مخلوقات الله، در قدرت الله، در صفات الله تفکر می که انسان وادار به بندگی می سازه، انسان وادار به شکرگزاری می سازه که شکر الله را بکشیم، انسان وادار به این می سازه که مخالفت امر الله را نکنیم. دوم معنی ذکری معنی که هر عمل و حرکت انجام میدی الله در یادت باشه. در یاد بودن الله چی معنی؟ که من مسجد داخل میشم، شریعت یا الله برای من چی طور اجازه کرده توسط پیغمبری خود، ولا پای راست خود اول داخل میکنم، دروازه را سخت نمیزنم، بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک، اینی را میخوانم. الله در یادت آمد. با یک نفر مسلمان ملاقات میشی، در یادت میاد که الله چی دستور داده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست میدی، در یادت میاد. کدام؟ بغل کشی کنم، چرپ بوسه باسه کنم؟ نه، مصافحه کنم. اگر مسافر خیلی دیر باشه باز معانقه کنم. هر چیز شریعت برای ما دستور قرار داده، الله را در یاد بیار، مطابق دستورات الله عمل بکنی. را ذکر چی میگه؟ قلبی میگه که در دلت همیشه این ذکر است. این ذکر اصل مفهوم ذکر است. بله ذکر زبانی هم است، لیکن چی رقم شوه؟ این ذکر شامل کلی اذکار است. اگر تلاوت قرآن است، اگر غیر تلاوت قرآن کریم است، دیگه اذکار هم است. چه گفته؟ واذکر ربک فی نفسک، در نفست باید یاد بکن. خیر در لاسپیکرها که استاد میشه حلقه او ذکر است، امو ذکر است. ذکر چی را میگه؟ ذکر عبادت است. به طریقی کی می باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امو ذکر میکنه لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو، ملاق زده میرن. صحیح؟ او اکثر در لاسپیکرها خو امو مدح پیر خدا میکنه که چی هسته؟ کامل است و مکمل است و قیوم زمان است و که حاجت روا است، که مشکل کشا است. صحیح است؟ غف هم قطش بکنه خیر و خلاص. اولش الله الله می باشه، باز هو های ها، آخرش هیچ چیزام خلاص میشه میمانه. این دین نیست، این عبادت نیست و قرآن این امر نکرده. از امو خاطر است که از پیغمبر علیه الصلاة والسلام به این سیستم ذکر نقل نشده. الله میگه یاد کو پروردگارت در نفس تضرعا به عاجزی. قید عاجزی مکمل ایگه پار رد میکنه. چرا؟ یک آدم که مست میشه او عاجز است، که رقص میکنه عاجز است، کله را شور میده او عاجز است. عاجزی خود او نمی باشه. عاجزی را بعد آدم
یکی از جمله رکن عبادت تذلل و عاجزی است. پس وقتی که عمل کرده پیرای امروزی ما را میبینه در یکیش عاجزی را میبینه قطعا برای پیری خود سخت عاجزی میکنه. وای 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 که از اونجا که میاد که بگرده میگیرش تا اونجا را وای وای دیگه اونجا یک دم خدا میپرته خو یک دم اینطوری نیه. باز بعد از او خواب بوسه میکنه پایا پس از او میخیزه باز پسکی روان است. و خیفتن دیگه یاد کنی الله متعال از روی ترس که از الله داشته باشی. عظمت الله در قلبت است. آدم احساس مسئولیت میکنه که من بعد آمده ای عبادت تغافلی کرده باشم، نقصان کرده باشم، قصور کرده باشم. و دون الجهر کم باش از آواز بلند کردن که سبب اذیت دیگران میشه. من القول از قول پیغمبر علیه السلام تیر شد، شب تیر میشد که ابوبکر رضی الله عنه بسیار آستا تهجد میخونه لیکن آستا بسیار قرائت میکنه. عمر رضی الله عنه چی بود؟ بگو خیلی سخت میگفت. پیغمبر اسلام دوش نصیحت کرد. او را گفت تو یک کمی چی کو؟ او را چی گفت؟ یک کمی پایین کو. این را گفت کمی بلند کو به خاطر که خوف سرت نبیه. او را گفت که کم کو به خاطر که سبب اذیتی دیگران نشود. صبح و بیگا مراد از صبح و بیگا کل وقت است. انسان باید مشخص نسازه که نی حالی کی مردم حالا کی روز چهارشنبه است شاید دوشنبه را بیه کلش بدعت است. تخصیصاتی است که از جان خود جمع شدن مردم به نام ذکرم که یک کیفیتی خاص داره، کلماتش هم از خود ساخته، دانه ها را میپرته. این گپا کلش بدعت است، یکیش سند نداره، ثابت نشده. ولا تکن من الغافلین، بله از جمله کسایی که غافل است نباشی که الله در یادت نیست. تمام روز الله رحم بکنه. الله میگه شما غافل نباشی. حالی تمام روز اگر بیرون هستم گوشی موبایل در گوشم است، اگر در داخل خانه هستم تلویزیون است که در رویستم. غفلت چی نمیگه؟ ان الذين عند ربك یقینا کسانی که پیش پروردگار توست. الله عبادت شما را ضرورت نداره. تو فکر نکنی که الله محتاج عبادتیت است. چرا؟ به خاطری که الله اینطور بندگانی داره که یک لحظه و ثانیه هم از عبادت الله او طرف نمیشه. این عبادت که الله برات امر میکنه برای بلند بردن مرتبه خودت، برای سعادت و نیکبختی خودت است، وگرنه الله ضرورت نداره. ان الذين یقینا کسانی که عند ربک بنزد پروردگار توست لا یستکبرون خود کلان نمیتراشن، بالای عار ندارن، کلان نمیتراشه که عاجزی برای الله بکنه، عن عبادتی از عبادت الله متعال تکبر نمیورزن. و یسبحونه به پاکی یاد میکنه الله را، یعنی نسبت پاکی را به الله میکنه، هیچ نوع شرکی گپا قطعا نمیکنه. و له خاص برای الله یسجدون چی میکنه؟ خیر ما صفت ملائکه پیدا کنیم که خاص برای الله سجده کنیم، نه به پیر سجده نکنیم به کسی دیگری.